طربخانه بورک با درود سپاس مزه پیسندان را پذیرایی میکند. این همه مدت با پیشنهاد لذیذترین انواع غذا، خدمت رسانی عالی درجه، ما باوری شما را به دست آوردیم. از این به بعد باز هم لذیذتر و بالاتر و زیباتر. بورک، فضای کاملا دوستانه. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. این برنامه رو پیشکش شما میکنم و این برنامه با اون برنامه کم پیوندی دارد. در برنامه پیشین بیگیل دختری زیبای زنگی مهمانی برنامه ما بود و دختری زیبای زنگی وقتی که نام رفیقانش را گرفت، در فهرست نام رفیقانش نام سراینده جوان، نغمه‌گر، پر انرژی، روشن انایف نیز بود که مثل پدرش پنجی انایف پر انرژی است. روشن جان رو دعوت کردیم. جیل، صفت، زیبایی، کم مصرف و اقتدار. سلام علیکم. سلام علیکم اکا آرزو. سلام خود را به تمام کل تاجیکستان میرسانم. ما را دیدستان همیشه پیگیری همین برنامه باشید. من هم سلام کل مخلصان را بر شما میرسانم. در همه گوشه دنیا ما رو تماشا میکنند. من شنیدم که یک صدمه خیلی سخت سر زد و بعد از این مدت پدر به خود نآمده بود. راستند این حرف ها؟ بله بله، سال 2014 بود. تصادف شده؟ 2014 در راه دوشنبه 5. بعد راننده کی بود؟ کنگی نواز. اتم در پیشتگی بود است. من در دوشنبه اینا سحر میبراید ساعت 9 سحر، راست ساعت 1 باید توی سر شود در چی 9:05. ساعت 11 ده همین رایی که تراسای کالخوزآباد 50 اسفالت شده کو. بله. اونا برداشتگی خیلی 2014 اون وقت ماشین خودش قطعه خونده الانترا رفتستن خیلی تیز رفتن. رفتم خیلی یک اپل پیش از اپل رفتستن. اپل به پاورانی دست چپ میگرده، این میگه افغان میکنم که میزنم. اون وقت صدمه میشود، دستش میشکند. در دوشنبه اپراسیون کردن. بعد از اپراسیون 2 سال استاد. بعد 2 سال با اپراسیون کردن وای عذاب کشید. دستاش کرخ شد. ما شب روز مساج کردیم فقط. همون نرویا را زنده کردن. کار نکرد دستانش؟ نه، مینوازد اسباب مینوازد، همون نمیره. انا خیلی کردن نمیتونست. این خیلی کردن نمیتونست. فقط نمیخواد داو هم شیشتگی نرویا مردگی با شب روز فقط مساج منم خیلی مساج. بعد استا هم خیلی هوش رفت. باز خدا را شکر نغز هستند. اوجا چند سال گذشت. فقط دستش شکستن. دستش. دیگر جایش آسیب ندید؟ دیگر در صدمه دیگر یگان نفر آسیب ندید؟ نه، بسیار آسیب ندیدند. همون کاسه خانه است کو کتف. آها. همین کتف شروای. همین شکستگی. همین دکترها یک تا به یک تا چینده جاش مانده، آهن قطعی توری کرده بسته. اساسا بعد قپید خودش اپراسیون کرده. حالا خوب است؟ خدا را شکر خیلی ناز. کار میکند؟ مینوازد؟ 100% میبردارم. چون که سالهای اخیر من نوارهایش را میبینم. بله، ثبت میکند. همون وقت عذاب کشید و 1-2 سال عذاب کشید و بعد از اون خوب شد رفت از دستش. از ناز. من روشن یک بار با فدراسیون روسیه سفر کردیم به شهر کمیروا و مدت با هم بودیم. خیلی هم سفری خوب است. چوست و چالاک در هر لحظه همسفر خود رو دستگیری میکنند. میگویند که انسان رو در سفر بشناس و من روشن رو در سفر شناختم. از همه وقت تصمیم گرفتم که من به برنامه شما رو دعوت میکنم همراه پدرتون. خیلی افسوس میخورم که امروز پدر با شما نآمد، ولی در برنامه‌های بعدی ما پدرتون رو دعوت میکنیم. بله. حالا باشد من به عموم وعده‌ای که دادم گفتم دعوت میکنم به برنامه وفا کردم. اینک شما در برنامه نو گفته ها. اولا میخواستم راجع به وضع اولویتون حرف بزنم، چون که
خیلی ها میگویند که با این دختری زنگی شاید عشق و حال داشته باشد. زنگی دختری زیبایی که همراه شما برآمد میکند اسمی تاجیکش گنجینه. اکنون شما روشنی بیاندازید به همه این آوازه ها، به همه این گپ و سر و صدای مردم. حاضر کجای میره همین گپ همین 4 روز پیش در گروپ فوتبال بازو همین سیلکا را پارت بودن روشن انایف با گنجینه افریکان که نخو خانه‌دار شده باشد سوال آیا روشن زن دارد یا نه؟ عشق مناسبت دارد. هم پگاش زنگ زدن بچه‌ها همه خیلی خبر. من گفتم راستی گپ همون ویدیو را من ندیدم، من با اومد روی کنین من دیدم همون ویدیو را خیلی همش اینا دروغه. روشن زن دارد، این رو من میدونم. هنوز 2 سال پیش وقتی که ما با روسیه یک جای سفر کرده بودیم ساعت‌های دراز با زنش گفتگو میکرد توسط نمیدونم کدام مسنجر. اینش مهم نیست اما زن دارد. من خدا را شکر اویله دار هستم، صاحب 2 فرزند، 1 پسرچه 1 دخترچه دارم. اون وقت 1 تا بودم به فکرم. 1 تا بوده که 2 تا شده لکه. مبارک شود. سلام باشه. شما هم کار میکنید. باشه همین توی من در یگان نیست. توی من چرا نیست؟ صورت‌های اویله من، صورت‌های کودکان چرا من شما در تویتون دعوت نکردید هنرمندان؟ من کرانتین در اویله دار شدم. من کرانتین اویله همه خیلی توی من گذاشت. اما به بازم بازی بازم خطی اما هیچ کس نرفت. نه همه بود. فقط خیلی تباری خودتون بود. نه همه بود. هنرمندان بودن؟ همه بودن. چرا هیچ کس استوریز نکرد؟ نه که هیچ کس استوریز نکردم این چیزا. برای اون که همه خیال چی بود؟ من دوست نمیدارم. بعد همین حاجی فکر میکنه که روشن اویله دار نیست. روشن فکر میکنه که اون گنجینه افریقا قرتی اویله دار است و یا که عشق یا اون چیزی همه خیال مردم همه خیلی شده است همین چیز. همکاری ها با این دختری زنگی افریقایی از نیگریا چگونه صورت گرفت؟ شما چگونه آشنایی پیدا کردید؟ این راستی که واقعا آرزو نه 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 لا نه 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 لا نه 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 دیکتافون رو زاپیس کرده حتی در دیکتافون هست. همین بیا گفتم همین آرنجروفکا میکنم. آرنجروفکا کردم، سخن موندیم، رفتم پیش شاعر نورالله عارف، استاد نورالله عارف نزدش رفتم سخن نوشتن. بعد نوشتن شعری خیلی بود که آرزو پری پری ای پری حلقه هاتای زرگری چشمک هاتای چشمیمش زلفک هاتای پر پری پریپیف بودن نقارات. بعد آمدم خونه دا خوندم. در راه توی رفته بودم گنجینه در اینترنت دیدم سرود یلدوز عثمانوی رو خونده است. بعد دیدم که همین گفتم همین سرود رو گفتم با همین کنم ایده هم دا آمد. یگان کس نمیدوند این کار نکرده است در تاجیکستان. یگان نفر تا حالا تاجیک دویت نشده است با دختری زنگی. نه نشده است. خیلی جالب. یگان کس در تاجیکستان بچه تاجیک دختر افریکانکا سرودی که افریکانکا با زبان تاجیکی خوانده باشه این خیلی نیست. مردم دیگر قبول میکنه. گفتم این خیلی یک حیران شونده میشود. حیران میشن که نخود دختر افریکانکا تاجیکی سرود خونده است. بعد شو چه خیلی افتاد؟ واخوری کردن در اینستاگرام نایستا در اینستاگرام صحبت کردن نایستا که وقت شما واخوری کنیم و اینکه مرا شناختم من کمپوزیتور نوازنده آرنجروفچی واخوری کردیم. گفتیم همه خیال چیز آهنگ پیشنهاد کردم گوش کرد گفت که آهنگ من معقول آرنجروفکاش شروع گفت مایلش میخونیم. از ما بعد یک 2 هفته 3 هفته گذشت کار داشتن. راستی که این کارش بسیار بود. از ما بعد 4 ماه گذشت. ماه ینور واخوردیم. ینور فوریه مارت اپریل مای واخوری کردیم. مای واخوری کردیم. باز از سر نو شاعر رفتم گفتم استاد اینا علیش کنیم پری پری نبو برای دختر بچه تخوری کنیم. بعد ما شاعر مون که مرمتای پیشم بیا مرمتای خرمتا. گفتم همین چه خیلی میشه؟ گفت که همین عجیب است که همین بکنی. گفت ما سرایدیم تیار کردیم زاپیس کردیم همش خودم کردم. پیشم بیا مرمتای خرمتا شیرین چو خندی باشن تکی بخندی. ظفر رحیمی کلیپ کرد ما را. ظفر رحیمی استادی من است و کسم
خودش آهنگساز звукорежиссер и композитор هم کلیپ میکر. بعد کلیپ کردیم. کلیپم ایدهش یک جا بستیم. خوشروگی دوشنبه تا مثال خیلی کلیپ کردیم که خدا را شکر مردم قبول کرد. اولا خدا را شکر با تشبوس مردم ما را مردم قبول کرد، دید همون چیزا کردگی چیزی ما را مهنتی ما را قبول کردند. در حتی کلیپ در یک ماه 1,400,000 گرفت. در یک ماه کلیپ فقط. در توی خواندیم در یک ماه 1,200,000 گرفت. بعد از آن تیک تاک اینستاگرام اینو حساب نیست، با بعد چند ویدیو هستن گرفته است. خب جمع حساب کنیم یک 10-15 میلیون. دختری خوب است. بله بسیار دختری دلگشاده است، دختری خاکسار هستند. همسر شما رشک ندارد نسبت ابیگیل؟ اول رشک کرده بودن و گفتم که خیلی یک بار خونه بیا شناس کنم. بعد رفت؟ خونه اومدن. مهمانداری کرد؟ خونه اومده، فرزندام آوردم پیشش، اویلم آوردم، گفتم این اویله من، این فرزندان من، این پدری من، مادری من، این برادری من. چند بار خونه اومد، خونگاه ما را میشناسد. اکنون راجع به رشک حرف زدیم. دختران تناز و زیبا خیلی زیاد بودن در نواره های شما در سرودهای قبلیتانه؟ چندین دختران مثلا میرقصیدند و ناز و ادا در می آوردند؟ بله بله. یک بار شنیدم که در همین مسئله شما رو به مقامات دعوت کرده بودن، راست است؟ فکر کردم اوجه خودم میدونی نکه. نه نمیدونم راست گپ. چی بود؟ وای چه فهمونم شما با گویا نمیدونم. اما میدونم. چی بود؟ ما اکنون همون رقاصایی که توی میرود در توی میرقصند میبینند، مثال از بس که برای چیز فایرات کردن که این یک چه فهمونم شما با تربیه است. اول تربیه است که در توی ها باید لباسی ملی، لباسی محکم، لباسی صحنوی داشته باشند. اول رقاصه ها، چون که اون دختر نداشت؟ نه داشت و وای کم ترچخه گون صحنوی نیست. بعد از اون مردم ویا دیگه خیلی قبول کرد. خب چی گفتند به شما؟ با من زنگ زده گفتن که از بس که دیگر توی ها میری لباس ها رو لباسی محکم، سر لباسی ملی، اول سر لباسی ملی. بعد در توی ها مثال خیلی خرد و کلان هستند، کودکی مایده، کودکی کلان، هر چیز دیدن گیرد آینده چی میشوند. گفتن درست. امینا پیشش ما گرفتم جایی که دیگه توی میرم سر لباسی محکم، تاقی، چکن که خودشون انتخاب میکنن میبرن. همین بود، دیگر یگان چیز نبود. و حالا من میبینم سر و لباس شما نیست خیلی تغییر یافته است. وقتهای آخر میبینم خیلی شیک میپوشید. سلامت باشید اگر سلامت باشید. و همون گالستوک رو شما چگونه میبندید؟ اینقدر زیبا بستید. من هیچ وقت همین گونه بسته نمیتونم. کی میبندد گالستوک شما؟ خودم بستم همین روز. شما با من یاد میدید همین رو بستنش؟ بیایید. چرا شما میخندید؟ یا گالستوکی نو بیار که ورزده. خب بسته. آنا. حبیل اکادو میره که در اینترنت میلیون لایک بگیرد. نترسید، من نفس گیر کردن نمیکوشم روشن جون رو، چون که من روشن رو خیلی دوست میدارم. فقط یاد میگیرم همه کسا. شما فکر کنه که این خودش کدگی نیست؟ نه بله. خب اینم خیلی اکارزو رزمیر میگیرم مثال تنیقتونو خیلی برای رزمیر خونه. اسلوب است، سه نمود، سه کنجه هست برای آدم های نه من سه کنجه رو میتونم. این خیلی این شکلی که حاضر بسته بوده. منم خیلی رفت یک بار انا رفت دویم یک دو سه ای منم خیلی
خیلی میکنه دکه نگاه کنید کوتاه شده نگاه کنید کوتاه نیست نگاه کنید چی شد؟ استیل شد عجیب براو با فکرم یاد گرفتم من آسان است کو کورتا هم عجیب کورتا است گریبان‌هایش خیلی وسیع مثل کورتای پرزیدنت فرانسه ماکرون یافتید این کورتا دیگر خیلی میسته همین استیل دیگر خیلی نشون میده بله گریبان یکی همون سفید است بله گریبانی وسیع دارد بسیار خیلی شروع میسته بله من در دستتون زخم دیدم این زخم چیست جای زخم همین زخم توجه کردنی بودم که ساعت من فراموش کردم زخم چی است این زخم هم نیست سیفی پای زخم است 5 بودم اگه آرزو همین خیلی یک چی میگن یک بار نشان بدهید که همه ببینند این خیلی جای روشنه آها آبک باری میشود کو آبک باری میشود بعد از اون همچه پای میجقی میدرویا حتی همسیفون بوزی میکردن نمیره میدجقی میدرویا بو میبرویا میجقی با همین اپیراتسیا کردن گرفتن دکترها بعد از اون گفتن همین نمیرد فقط راهش همین اگه تکنولوژی پیشرفت کوزی پلاستیک اپیراتسیا همه میدونند که شما از یک عائله خیلی سرنفوذ و آبرومند ترکمن تبارهای تاجیکستان هستید در خانه با کدام زبان حرف میزنید زبانی ترکمنی بله برای من خیلی جالب است این زبان رو بشنوم چون کم شنیدم و رفتن نیز به ترکمنستان کاری آسان نیست به امریکا حتی رفتن میایی ولی به ترکمنستان امر محال است رفتن رفته اید باری به ترکمنستان بله اونجا پیوندان هستن بله اماکیام هست امام هست خشت بارو هست میایند مهمانی برای شما مشکل نیستن گرفتن مشکل دشوار است در 50 روز ویزا برویا انیق می شود بعد ویزا را میگیریم بعد سفر میکنیم 50 روز انیق می شود دعوتنامه قطعی با ترکمنی بیایید حرف میزنیم کم کم روشن جان اینجا بیا با ازبکی بیاقا کی می شود نه با ترکمنی چی بری گل بری گل بری گل پیشم بیا مرمتا اگه آرزو عجیب کافیه بستگی ما مثلا خوب هستی چی حال داری با چی کار مشغولی با ترکمنی بله نه خیلی sen anlatma yaxshimi nami ishlar bilan با ترکمنی اگان سرود رو زمزمه بکنید من با ترکمنی حتی سرایدگی نیستم چرا با زبان مادری خودتون سرود نسرایید نه مادرتون هم ترکمن هستن مادرم ترکمن یعنی ترکمنی زبان مادری شماست تاجیکستانی پدرم ترکمنی تاجیکستانی بابام ترکمنی تاجیکستانی جیلیکول اما من تا حالا یک سرودی ترکمنی ندارم و نمیدونید حتی نه ترکمنی رو اگر خانم تیار کنم میتوانم مثلا یکون سرودهای هستند که در محفل ها مردم بین هم میخوانند هستند حاضر İleride bir öy gördüm üstü kamaşlı bari içinde bir kız gördüm dördürüm saçlı Edovamın içinden faylanıp serdim seni Ey kara gözlü kalam kaş Küydürme beni Gelir hicrane Gelir hicrane
یعنی معناش همین بود که ای چشم سیاه قلم قاش تو مرا سوزاندی. این همین سرودی خلقی ای ترکمنی است. قرگوزلی قلم قاش گویدم منی. با فدراسیون روسیه برای آباد کردن توی خرسندی های مردم می روید، به ترکمنستان نمی روید. میریم برای گذرانیدن توی دشوار است. دشوار است. رفتن دشوار است. بله. در خانه زبانی گفتگوی شما زبان ترکمنی است. بله بله. تاجیکی رو میدونند همه اهل خانواده یا نه؟ همه میدونند. همه میدونند. شما در مکاتب ترکمنی تحصیل کردید یا نه نه من مکتب موسیقی به نام زیادالله شهیدی آنجا رو تحصیل کردم. 11 سال آنجا خواندم. تاجیکی روسی خواندیم فقط. همچون آهنگساز در چندین سبقت و آزمون ها دست بالا شدیدند. بله بله. استادانی که پیانینو رو به شما درس میدهند بعد این ترانه های مرمتا و خرمتا شما رو سرزنش نمیکنند؟ با فکر میکنند؟ نکردم. اکادمی دیگر راه است. اکادمیسک کمپوزیسیون دیگر راه است. استرادی کمپوزیسیون دیگر راه است. اگر پیش شما انتخاب بگذارند که رشته اکادمیکی رو قبول میکنید یا رشته کوچه باغی رو، کدامش رو؟ کوچه بازاری رو؟ من کوچه بازاری یعنی الله ماهی یگانه الله یار الله یاری. اصلا من کمپوزیتور اکادمی هستم. اکادمیک کمپوزیتور هستم. هم استرادرایم ایجاد میکنم، هم کمپوزیتور ایجاد میکنم. همچون آهنگسازی پروفسیونالی شما آهنگ راغون رو ساختید، بعد این گذاشتید با ترانه های کوچه باغی یعنی مرمتا و خرمتا. چیزی نگفتند استادان به شما؟ نه راستی که هیچ کس یگان چیز نگفت، چون که قهری نکردن. نه آنها میدونند که من این راه را اجرا میکنم، هم این راه را. هر دویش رو من کردم. من برای که از هر دویش با خبر هستم. کدامش برای شما نزدیک است؟ چون که این کاری ما است. من گفتم که جواب نگرفتم به همان سوالم. گفتم که پیش شما انتخاب بگذارند یا بخش اکادمیکی یا بخش کوچه بازاری. نه من اکادمی رو انتخاب میکنم. اکادمی رو انتخاب. یعنی بخش کوچه بازاری فقط برای پول درآوردن است. درآمد است این کار. راه زندگی. شو بیزنس. طلبات مردم با موسیقی اکادمیکی زیاد نیست؟ نیستند. زیاد به استراد هستند. حالا دیگر از اون کمپوزیسیون‌های حرفه‌ای چیزی آماده نمی‌کنید این روزها در وقت‌های بیکاری؟ کردگی هم اکاورزو بسیار کردگی همش هستند، تیار هستند. خریدار دارد؟ پارتیتورا دارم. نه نمیفروشم و یارم من باید برای خودم. اگر بفروشید خریدار دارد؟ نه من نمیفروشم وایا عموما وایا نمیفروشم. برای کمپوزیسیون راغون یگان پول دادن به شما؟ جای اول رو گرفتید چند سوم؟ دیپلم دادن. دیپلم جناب عالی امام الرحمن گرفتم. پول چی؟ 50,000 سوم پول دادن. جای اول دادن در جمهوری. بهتره. پول رو گرفتید؟ 3 سال گذشت. 3 سال گذشت. خانه ساختید؟ پدرم خانه ساخته استیم. اما خانه ساختم. در کجا؟ محله گیپرزیم. چند حجره است در اون خانه شما؟ 10 حجره. چند آشیانه؟ 2 آشیانه. 2 آشیانه. همه اهل خانواده همونجا زندگی میکنید؟ شما نیز با عائله‌ام کودک و زن و فرزندان هم؟ بله ما 3 برادر هستیم. اما پدر شما خیلی جوان میتابد. الکی بابا شده استن؟ بابا شده است. 3 نفر دارد. دادرم ما هم عائله دارد. یک پسرچه دارد. شما چند فرزندی در عائله؟ ما 3 پسر هستیم. دختر نیست در عائله؟ دختر نیست. یک برادرتان زن دارد؟ برادر خردی چند سال است؟ 25 26 هم. 25 26 برادر خردی 25 26. 25 ده. آل 26 ده ندارم است. شما چند ساله؟ ما را دیده خیال کرده که 23 ساله. بله. باید بو مایده تا. من فکر کردم وزیر میگوید که برادر خردی هم نه 7 ساله یا 6 ساله است.
این برادرم 96 من 95 بله اینجا در نزد نواربردارها برادری روشن نشسته است. چند سال است؟ 96 است 96 27 من 28 28 وای 98 25 25 وای اولادار نشده سالو پدرتان چند سال است؟ 73 خدای من همیشه فکر میکردم که پنجی نایف از من خورد است. خیلی جوان میتواد. سبک استایلی پدر برای شما پسند است یا نه؟ فقط راستش رو بگوید. اکنون بله من چی گویم چون که مکتب پدر ما آموختم اول بعد من دیگر مکتب رو آموختم مکتب موسیقی رو آموختم مکتب دیگر استاد رو آموختم گرفتم همه بعضا را گرفتم من بعد چی شد؟ اما یک سکوت کرده دو اندیشه کرده. ارزو از خوردی من در درون صنعتم ولی لیکن من حافظی یگون جا نمیبرومدم یگون کار نمیکردم فقط بازا. اما من پرسیدم که استایل و سبک هنری پدر به شما پسند است شما خاموش استودید و فکر کردید؟ نه چون که من نه گفتنی بودم که مقصد گپ من دیگر است من آموختم و نه که من اگر من پدر شوم رنگی پدرم شوم من قبول نمیکنم مردم من روشن شوم باید درست پدر من پنجی شود رنگ و رنگ باشه. چیکار میکنن برادرها؟ دادرم یاردم چی من است یکش اینجاست رو برای ما نشسته است با تلفنش نواربرداری میکند معلوم یاردم چی شما؟ کارگزاری شما؟ کارگزاری من 25 سالش چی؟ وای دیپلمات. در آخر صحبت میخوام با موضوع ابیگیل برگردیم. خب دختری زنگی گنجینه نامی تاجیکیش این نامی تاجیکی رو کی با گنجینه ماند؟ این خیر بود ما در وقت سیام کرد در وقت نوا در رستوران بودیم ما را گنجینه بگیم میشوا گفت وای ما نمیدونستیم هیچ کس وای گنجینه نمیگن کی. حاضر شما طرف برادرتون که در نزد نواربردار نشسته است خندیدید؟ نه همون پیدا شدن همون نامی همون را این نامی هنری است. اما چرا خندیدید؟ سبب خندش گنجینه افریقان کرد نه واجه ما خیپ کردیم کی خیپ کردن کی اینو همین کرد کی خیپ گنجینه افریقان کرد what's your name my name is Abigail what گفتم کی وای my name is نامی من گنجینه از کجایی گفتم حاجیگری کلو گفت وای همون تاجیکی را میفهمه وای لهجه تاجیکی را میفهمه گنجینه موندیم کی نامی دختری تاجیکی همه گنجینه آسان ده ابیگل نمیگن گنجینه میگن شاید. من در اون برنامه با ابیگیل سوال دادم که از توی و هر گونه جمع آمدها چقدر درآمد به دست میارید و روشن چقدر درآمد رو بر شما میدهد. خیر شوخی کرد و یک چیز گفت اما در حقیقت وضعیت چگونه است؟ بسیار سوالی با مورید یا که دشوار نازک نازک بهتر ما توی میریم کلان توی که ما را فیراد کنن ما را میگن که اکر روشن همون دخترکم بگی بیا مقصد در توی یکم 20 مینوت سرو بخونم بعد من ابیگل قطعی گپ میزنم گنجینه را زنگ میزنم صحبت میکنیم فکرم همه خیلی توی بسیار وقتا خیلی میریم ما یک توی رفتیم همین بعدی کلیب رو من یکم توی رفتیم همین را بردم در ناحیه ورزو همون توی بافکیم شما دیدگی نکرد ورزو کی نوارهایش؟ نوارهایش هم گفتم که میلیون گفتگی همون است خیلی همجا بردیم بعد همون مردم دیگه زنگ میزنه اکا همون دختری افریقان کردن نمیاری توی اکا هم دختری افریقان کردن میگم که دختر افریقان هم میام خیلی همین قدر مبلغش به هر حال یک دستمزد میگیرد اخیرا چون که غریب است به هر صورت در سرزمین ما غریب است دل من میسوزد واقعا دل من میسوزد با او راستی میگم اکا میگم که الان توی میریم چند سوم بتون چند سوم اینا قبضن میگه که همه قدر پول توی دل میگم اکا همه خیلی میگم معقول شما با میگم معقول
ма ганҷина ина ҳақиқат. در هر زمینه‌ای که هنرتون رو پیشکش مردم میکنید میخواهم که موفق باشید. саломат бошед. درود ما رو به خانه برسانید. саломат به бошед. اهل خانواده برسانید. به پدر مخصوصا. ташаккур як бори дигар ака орзу саломат бошед. ҳамеша ҳамин барномаи ногуфтаҳоро тамошо кунед. зиндаву саломат бошед. дар хонадони ҳамаи шумо тинҷу амонӣ бошад. من فکر کردم که میگوید که توی باشد. بیام توی نگو اما همین توی گفته دیگه اکا ارزو خیر چرا نه بگذار توی باشد. بگذار توی باشد. خداحافظی میکنیم دوستان عزیز. برنامه ثبت شد در سالن مبل زرنگ هام. معلومات رو نوشته میکنیم کسانی که مبل خوش صفت میخواهند حتما باید به اینجا بیایند. مسلط و موفق باشید تا برنامه‌های آینده.